مشکلات همچنان هم ادامه داره و من خواهشم اینه که یه مقدار هموطنای عزیزمون کوشا باشن در این مسئله و مشکلاتی که از پناهجویان میشنون رو بیان از طریق رسانه شما ارتباط برقرار کنن با پناهجویان و مشکلات رو واقعا دست یاری دراز میکنیم که حل بشه به امید خدا. از شما بسیار سپاسگزارم. نمیگیرم، سپاسگزارم. مثل همیشه با اون جمله صحبتم رو تموم میکنم: همراه شو عزیز، تنها نمان ز درد، کین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشود. خدا نگهدار. بدرود میفرستم. از شما بسیار سپاسگزارم و از عزیزانی که به این برنامه توجه دارن. امید و آرزو این هست که این مسائل، خواسته ها، نیازها درون کشور مطرح بشه. یک زمانی ما برگردیم به کشور، مشکلات یکی دوتا نیست. همونجور خدمتتون عرض کردم، شاید من یکی از تنها کسانی باشم که بی‌پروا با شما صحبت میکنم، هیچ هندونه زیر بغل جامعه هم نمیذارم الکی. مثل بعضیا که برگردیم بگیم ما ملت غیوری هستیم. خیر، نسل پیشین نه غیور بود نه تونست کاری برای ما انجام بده. بدهکار نسل ما و نسل‌های بعدی است. امید دارم که بدهکاریشون رو بدن تا قبل از رفتنشون. و ما که به هیچ عنوان هیچ استفاده ای از مملکت نتونستیم ببریم، حتی در دوران ما اصلا دانشگاهی باز نبود، دانشگاه ها بسته بود و وقتی هم که باز شد جنایت درش آغاز به کار کرد. دانشگاه به صورت مسجد در اومده بود و شعارهای یکی پس از دیگری به قول خودشون انقلابی، مرگ بر این و مرگ بر اون، هر روز زد و خوردهای شدید در دانشگاه. دیگه دانشگاه نبود، دانشگاه محیط تحصیل نبود. به طور کلی همه چیز واژگون شد، همه چیز عوض شد و تا به امروز این راه ادامه داره. به خاطر ندانم کاری های افراد، به خاطر عقده های شخصی، هم امروز هم دارید میبینید انسان هایی که این روزگار رو به وجود آوردن هنوز از خر شیطون نیومدن پایین، هنوز یا در بخشی اسلاما میکنند یا در بخش دیگه درود میفرستن به کاری که انجام دادن و حرکت انقلابی که انجام دادن. کدام ملتی واقعا میاد بچهای خودش رو این چنین تیکه پاره میکنه بعد 33 سال که نتایج کارنامه خودش رو داره روی صفحه تاریخی میبینه بازم ادعا بکنه که آقا نه من اشتباه نکردم، کار بسیار درستی بوده و خمینی از ما دزدید. این هم یک در واقع فریب بزرگ دیگری است که در طول تمام این سالها به جامعه دادن. من فایل های متفاوت دیگری رو براتون نگه داشتم، منتها نمیدونم که بچه‌ها، از قبلم خدمتتون عرض بکنم امیدوارم که بچه‌ها هر کدومشون که میان این زمان رو خیلی کوتاه مختصر استفاده بکنن. نمیخوام شرمنده افراد دیگه‌ای بشم که بهشون قول دادم در برنامه شرکت بکنن، با شما صحبت بکنن. هر کدوم از شما اگه میتونید 10 دقیقه 12 دقیقه حداکثر صحبت بفرمایید. اگر مطالبی هست من فکر می‌کنم بشه در 10-12 دقیقه بسیار از مطالب رو گفت برای جامعه. ولی امید دارم که این جامعه بپذیره، امید دارم که جامعه کاری بکنه، جامعه نره بعد از اینکه این چیزها رو دید دنبال کارهای شخصیش، یا بعضیا من دیدم میگن آقا ما به جایی نمیرسیم، اینا همش حرفه و خودشون رو نادیده بگیرن. نمیدونم چرا این حرفا و این ناامیدی ها و این مسائل رو در زمان خمینیسم نمیگفتید. اگر اینها رو میگفتید ما به اینجا نمیرسیدیم، ولی متاسفانه این گونه بوده. شهریار جان داریم نفر بعدی رو روی اسکایپ؟ یک خبری هم به من بدید چون به ساعت هم نگاه میکنم، ما امروز کمی زودترم باید داریم. اگر هست هموطن دیگه رو روی خط بیاریم چون لیست دست شهریار گرامیه و دوستان بالا و پایین میشن. بعضی اوقات واقعا خدمتتون عرض بکنم گم میکنم واژه ها رو. با چه زبانی دیگری باید صحبت کرد، چگونه دیگه باید توضیح داد. دیروز داشتم کارنامه خودم رو نگاه میکردم، در این سالها چند هزار ساعت واقعا پشت میکروفون بودم، چقدر صحبت کردیم، چقدر تاریخ رو توضیح دادیم. آیا این جامعه متوجه شده؟ آیا تونسته نمایندگان خودش رو انتخاب بکنه؟ تونسته بفهمه ضرر از ناصره تشخیص داده یا خیر؟ با این همه روشنگری، چه در زمینه مسائل دینی و مذهبی، چه در مسائل سیاسی و اجتماعی و تاریخی،
درود بی کلام میگم خدمت شما هموطن عزیز و ارجمند. اگر میشه خودتون رو به جامعه معرفی بفرمایید و از کجا تماس میگیرید و در رابطه با خودتون و مشکلاتتون و مسائل ایرانیانی که در محلی که هستید و کشوری که هستید توضیح بفرمایید. ما در خدمت شما هستیم. من سلام و خسته نباشید میگم خدمت بینندگان شما و شما آقای شمرانی عزیز که این وقت به من دادین. من امیر مسعود خاقانی هستم، فعال سیاسی از قبرس و حقوق بشری. من خواستم در این مدت وقتی که به من قائل شدید کمتر از خودم صحبت کنم، بیشتر از جامعه پناهجوی قبرس بگم، مشکلات عدیده‌هایی که در کشور قبرس هست، همونطوری که ما در ترکیه و اقصا نقاط اروپا داریم میشنویم مشکلاتو. کمتر از قبرس شاید دوستان شنیده باشن یه سری مشکلات پناهجویانو. کشور قبرس یک کشور اروپایی و پذیر مگنت پناهجویی داره. من خودم قریب به 6 سال در قبرس هستم. بنا به فعالیت‌های سیاسی که داشتم خارج از ترک وطن شدم و وارد اینجا شدم. اینجا وقتی خودتو معرفی میکنی اینترویو بسیار وقتش طولانی خواهد بود، تقریبا 2 سال 3 سال الی 4 سال شاید طول بکشه، ولی وقتی هم که اینترویو میکنن متاسفانه چون اینجا کمیساریای عالی حقوق بشر نیست، عالی پناهندگان نیست و خود که دولت قبرس اینجا پناهجو رو اینترویو میکنه، از دانشجوهایی که اینجا دانشجوهای ایرانی که اینجا تحصیل میکنن و با سفارت ایران در ارتباط هستن و به ایران رفت آمد دارن استفاده میکنه برای ترجمه. و اگر شما ادعا هم کنید که زبان بلدی، هیچ درخواست شما رو قبول نمیکنه و فقط حرف مترجم رو میپذیره. و متاسفانه باید بگم که بنا به آماری که از کشور قبرس هست، کشور قبرس کمترین قبولی رو در سطح اروپا داره. کمترین که میگم شاید کمتر از 1% حتی در این مدتی که داره پناهجو رو پذیرش میکنه. قریب به 9 ساله که دستش هست، بعد از دست خود دولت قبرس افتاده، ولی کمتر از 1% قبولی داره میده و این در کل اروپا کمترین اعلام قبولیه که دولت قبرس داره. ولی مشکلاتی که پناهجوها با اون مواجه میشن، یک مترجم خود اداره مهاجرت هست که متاسفانه مترجم تماما دیکته شده است بهش و حرفایی رو که پناهجو میزنه به هیچ عنوان به اونا القا نمیکنه و آخر سرم که از مترجم حتی سوال میکنن، در صورتی که این خلاف عرف کنوانسیون ژنو و خود اتحادیه اروپا است که مترجم حق هیچ اظهار نظری در کیس پناهجویی نداره. متاسفانه از خود مترجم میخوان که شما به نظر شما ایشون راست میگه یا دروغ میگه و 99% کیس ها رو دولت قبرس قریب به 2 سال داره میبنده، چون با قول معروف قبرس خودش حیات خلوت جمهوری اسلامیه و تمام نفت و گاز قبرس داره از کشور ایران، از منابع ملت ایران داره تامین میشه متاسفانه و تمام اختیاراتش و کاراشو دست خود سفارت ایران داده. به چه صورت؟ تمام اطلاعات پناهجویی در سفارت ایران هست، تمام بیشتر کسایی که مراجعه کردن از کیس گرفته و تا مراحل پناهجویی و پناهندگیشون در سفارت ایران موجوده. شخصا تمام ایرانیایی که اینجا هستن سفارت ایران 1 به 1 میدونه کی هستن، چه کیسی دارن و برای چی اینجا هستن و دولت قبرس 2 ساله که فشار مضاعفی رو به پناهجو وارد کرده، چون اینجا کمپ نداره، پناهجو موظف خودش خونه تهیه کنه. اینجا کار سیاه حتی که در کشورهای دیگه هست ممنوعه، چون خود دولت قبرس اعلام کرده به کارفرماها که اگر بگیریم 20,000 یورو خود کارفرما جریمه خواهد شد
و به خاطر همینم به هیچ عنوان اجازه نمیدن که پناهجو کار کنه. حقوق قطع، حقوقی به پناهجو داده نمیشه و به صورت اسفناکی پناهجو داره زندگی میکنه. و بعد از مرحله‌ای که کیس پناهجویی در کشور قبرس بسته میشه، در اصل حالا در کشورهای دیگه میگیم زندگی خاموش، ولی من باید اینجا به صراحت اعلام کنم که پناهجو اینجا مرده به حساب میاد، در کشور قبرس مرده به حساب میاد. چرا؟ چون نه دیگه میتونه به بیمارستان مراجعه کنه، نه میتونه قدرت خرید دارو رو داره. هر یک بسته قرص، شما فکر کنین حالا در ایران استامینوفن معروف بود برای سردرد، یه قرصی مشابه اون در کشور قبرس 10 یورو پولشه. پناهجو نمیتونه از بار این مالی این چیزا بر بیاد. تامین هزینه خورد و خوراک، هزینه اجاره، هزینه‌های متفرقه که بسیار طویله که هیچ کدوم اینا رو پناهجو نمیتونه باهاش دست پنجه نرم کنه. و واقعا این 2 سال اخیر پناهجویان ایرانی به شدت تحت فشار قرار گرفتن و ما بر این شدیم که اینجا یه کمپینی رو به وجود بیاریم با دوستان که صدای پناهجویان قبرس و ایرانیای قبرس رو به دنیا برسونیم، که با نوشتن نامه به اتحادیه اروپا، به سازمان‌های حقوق بشری، به خود UN ژنو، چون UN اینجا الان نظارت داره ولی در اصل هیچ کار است در کشور قبرس. خود آقای ایشاک مسئول UN کشور قبرس که من چندین بار با ایشون جلسه داشتم، خودش اعلام کرد ما اینجا هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم، هیچ تصمیم گیری که نداریم، هیچ نظارتی هم رو کیسای پناهجویی نداریم. متاسفانه همه این کارا رو ما کردیم در طی این 2 سال، تونستیم صدای پناهجوها رو به اقصا نقاط دنیا برسونیم و یک سری از دیپورت‌ها و مشقاتی که دولت قبرس قبل از این بر سر پناهجو می آورد ما جلوگیری کردیم با این کار. که حالا دوستان میگن نمیان، هماهنگ نمیشن، ما همین سختی‌ها رو در کشور قبرس داریم و با این سختی‌ها داریم دست پنجه نرم می‌کنیم. ولی اون دوستانی که واقعا مشکل دارن و فعال سیاسی بودن، مذهبی بودن، به هر طرقی پیوستن و داریم یه سری فعالیت‌ها رو انجام میدیم، از کانالایی مثل شما استفاده میکنیم تا صدای پناهجو رو به دنیا برسونیم. و تا الان که خدمت شما هستم چندین بار خود دولت قبرس چون متوجه شد که ما این فعالیت‌ها رو کردیم، تظاهرات پی در پی در جلوی سفارت ایران گذاشتیم اینجا و صدای انزجار خودمون رو به گوش دولت قبرس و جمهوری اسلامی رسوندیم، حتی خواستار بسته شدن سفارت ننگین جمهوری اسلامی در قبرس شدیم که چندین بار باز طی مذاکراتی با پارلمان قبرس و خود وزیر کشور قبرس ما داشتیم، نامه اعتراضی زدیم، اعلام کردیم آقا ما برای همین چیز اومدیم از کشورمون خارج شدیم، برای این فشارها، برای این نبود آزادی، شکنجه‌هایی که در ایران هست، فعالیت‌های حقوق بشری که در ایران جلوگیری میشه، فعالیت‌های سیاسی که جلوگیری میشه، چرا باید سفارت جمهوری اسلامی اینجا باز باشه؟ خود جوابای واهی که دادن و تمام اینا گاوبندی‌هایی بود که در کشور قبرس با دولت ایران داشت. و الان من چیزی رو بگم خدمت شما، 1.5 ماه آینده کشور قبرس رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا است بعد از دانمارک. تمام این گاوبندی‌های دولت ایران برای این بود که کشور قبرس این باجایی که بهش داد که 2 ماه آینده، 1.5 ماه آینده رئیس دوره اتحادیه اروپا بشه تا بتونه اون 5+1 رو برنده بیرون بیاد. ببینید سیاست به کجا کشیده های شمیرانی. این سیاست کثیف باعث شده که ما پناهجوها مورد چه در ایرانش مورد ستم و شکنجه و نداشتن آزادی بیان و زندان و اینا بودیم، حالا اومدیم بیرون به اصطلاح در یک کشور اروپایی که تامین جانی و آزادی بیان داشته باشیم در یه حکومت